یلا یلا سب کن کله بکشین دیگه تو مال میگه بیا بده نه کوچه فارغ درجم بود او خالقه که تیر میشه خالقه که تیر میشه چوب کن سب کن یلا زردار بکنی یا سبز سرخال بگو از اون زردار بکنی انا مختار بنچی کنک کنی گردن من به 100 روپیه میخرن گله نیرولا خودی کله گنده خو امیت خود جلوه نمیده خودی از نیرولا خود میشه زد تیر شه نمیشه بجا بیر بشته به صدامو ما پشت دیواله تو که دیوار میکنی من از دیوار میکنی تو از دیوار برو بگفتی که دعی میدون به تو ده میدون برو تو جلوی شما برای تو جلوی شما میترسم نه تو برو تو کلونی تو مرتکه ببینه هیچی نمیگه سب کن پیشه سی کنم گردن همه باید باشه چوغوکی نیه که چی برو بیا کجا رفتم اینا رنگ از اینا به خاک این گلار ما به چی خون نداره زحمت از اینا کشیدم اینا کلون کردم سکو به چی رنج و خونه و اینا میایم خوشبسگی رو میکنم میرم با خدا مگر و گیر من افته که نو حالا هر جا کود که بجستیم برفتیم خوب باش شما گیر میکنم فهمیدی؟ حالا هر رقم میبید که برفتیم نگاه که شما با خاک چه نفس ما بسو بگه نمیتونم دویده وای هر روز بعد شما میگم بعد همین گوسفندان گلام رو میخوره این کنه اگه شما میاییم همین گلار میکنه با خو میبره امروز بجستین آیا دیگه شما گیر نمیکنم یک دفعه تو بگذار که گیر ما بفتکیم شما میاییم همین گلایی که ما چوک در زحمت از اینا کشیدم چوک در خون دل بردم با پا از اینا شما میاییم به خود اینا رو میکنیم کاش که ببریم استفاده کنیم پرتو میکنیم برا گیر ما میفتکیم امروز بجستیم دیگه دفعه چه کار میکنیم چرا شما مختار شدیم به این کار هر روز من میفهمم شما میایید من مجبورم یک روز قایم شم که شما رو باز گیر کنم صبر بکو من یک فکر به حال شما میکنم شما خیال کردین که من دیگه با چیزی کار نمیشم یک بغل گل کندی بیدم اما بومو خب شو تجیبی ده که ندی بیدا این نیرولا نمیکنی هفت بسته نمی بیدا باشم نگوستن چجی تو کل پنده بیشن سل نکنی بگلا در خانه باشه از اینا یک بغل کندی بیدم یک بغل به تجیبو داشتم من همیتا مشتاما پر عوال بود هم گفت کی می بجیستون کمر میشان
اون جمع گلم بیام چوب جمع گل بیام تکو گلات پته میده جمع گل بیام چی نشو جمع گل بیام اون جمع گل بیام ده بدید اون خودگه فکر نکش بشیم دیگه شده چمن چمن گل بکاره دست دست گل بیاره بیاره عزیزم بیا دادی پیچی بود تکو بگو ما بیام من اینجا کرک بگیر همین بگو بچه گیری آمده همینجور هیچی نگی که با چی بلد ما شده دیونه هیچی نگی چیکار میکنی گیلا؟ بیر بشی شنی گیلا؟ گیلا؟ شنی؟ شنی جمع گل خوبی؟ اینجا چیکار میکنی؟ همه جگاه همین دیشب حاضر آماده خوب کرک بیامد از ما خره پس پروت کرد من گفتم کرک مرم گیلک میگم تو کرک میگم مرم گیلک کرک و گیلک براره نیه به چی خبره؟ به اسم کمی میخوره کجیر و کرک و گیلک بگو یک چیزی از تو بپرسو تسیکو کجیر گو گیلک گفتم گو نمیتونی من چی نمیتونی گویی با این گندما مار داره مارا گوش داره گوشا مار داره گوشا موش داره من گفتم که کجی اگر در اصول اتفاق باشه که میگیرم میگم میشه گپ کم کنی از تو یک چیزی میپرسم راست خود میگی برای ما این باغچه ما کی آماده بود اکیجا درخت عالی ما هم تا که سیر میکنم ما رو برم داخل باغچه سیر میکنم همه اینا تو شگلق خورده نمیفهم موتور چیزی آماده کس مسی آماده نمیفهم باید باشه ما زهری ها رو مندازم البته باد این رفته نمیفهم کی آماده بیت اگه گیر نکنم این رو اگه گیر کنم همونجگاه به درخت بسته میکنم چوب رو وا میکنم زدن ویزی بکنم که نیه که مگر همونجا مگر داشتمون درست مگر از درخت بسته بشه وای با حالیو برم جمع گل میگم میلا این سردی رو سر مقصله داره من میگم کار دارم مقصد سعی کنم چی میگم میگم در بیا بابا میلا از این رو نرو اگه میشه کرک مرکا فهمیدی؟ کرکا باشه اینجا باشه تو رو میبینم میجم پر باشه اگه کس ماسی دیدی با ما خبری بده خبر کی؟ کسی اگه دیدی بالا شد تا باخچه ما رفت طرف اولو رفت فقط یه خبری با اون بده گل خب بگردم دیوال شما اگه گل چیزی نیه 4 تا پول بگذاریم هم دم در ولی که دیگه اونا رو چهار دیوار یا گل کنی یا چیز کنیم بسته کنیم بره برات کار خوبه 4 تا پول برابر نمیآید حداقل اونجا مال هیچ نموسه باشه شاید 35 تا پول مایه از کجا بیارم من بیام اینجا کرک میگیرم گاهی نمیگیرم یا من گلشم کرگیری آسون نیه البته که معلومش از انگپات معلوم میشه صد یک گوشه فکر کنم شای موندن بخوردی خبر بدی بازم خوب برفتم عزیزی اول کرده به شهر غرب افغانستان پیدا نمیشه خبر نداره که ما گلار جوندیم ویلا بلد ما شد بتا همین جو بچه دیم دیگه چی مرگ ما اینجا میریم بابا تا کن ما آقا رمضان مونده نباشی برو لازم خوبی برو خیلیت خوب سلامتی کار میکنیم با چکی گفتندار میچرونی همینجا 15-16 تا گوسفند به خان خو انداختیم مثلا ازی که این برار میگیلا اینا رو بچلونه خوده رسید دست بزنه چنگ علافی به میلو نمیاره بالا رو من یک گله دارم برارم خوب از کی از برار شما بیدن ولی بیا مردم تو آدم سادیه علی بیام آدم از شما گیر میکنم گله هم دارم شما رو به خدا خیلی دوست دارم سر صبح همین که از خونه ما بدر شدم
یا مده همین گلای که بغل دیوار سرام هست بدید این گلا هستی گوشلا برابر یک بندر اینا رو بکنده به دست نه همون کتکک کجی گوام خودیه دی یا مده از بغل سرام همین گلا اینا برای نوایشه برای همین توی یک مثلا مردم نمی کوچه می آید از توی استفاده کنه مشوردن فیلم شوید توی افضل چی بگم دیگه اصلا همین وجود متوازه میشه یعنی یک بندل بکنده کاش که اینا رو ببره استفاده کنه کاش که اینا رو ببره با خونه شما مثلا که ناله اینا از این لذت ببره اینا رو میگیرم میکنم برام که یک یک پته هی لالا از این دل پردرد خو ما گیلک چی بگم 15 تا گوسفند بگفتم بستندم به خاطر ازی که همی حداقل منجگاه مصروف باشه او علف بتی همی جو علفا پر کرده بزوی میگم گیلک جو همی گوسفندا از تون همینار بیا بچرم گردنم بند باشه خوب بسته همی گردنم بند باشه دست خود بمی سیاه و سفید نمیزنه نه گوسفند میچرونه نه چنگ علفی میاره نه به سر همی زمینا و گندمایی بر میاره خبر میگیره تمام همی کار و مسئولیت همی زندگی هم بدیش منه چه کار کنم چی بگم والا کمسه کل الله رمضان به خاکی که بکنده که قامی نداره فدای ساریو همی بیای بدم سرا در زنه به گلال نور لازمی گلات و یک بندال میکنم میبرم به خونی خو که ما از اینا لذت ببرم به خدا ما بقصی اونیام من همین زور میده کم تک سعی کردم وقت سعی میکنم که مثل همین شاخه کمی تریشکاش نمیکنی شما بریم نمازگار که مترس سعی کنید که زیرم گلات چوب داره من مقدار میگم که به خونه که امشب آمد یا شما رفتیم شما اوربوش کنیم بگیم بلیاس خدا عقیده پسون رو گیر کنه پست تور میکنه اوربت رسونین که دیگه کار نکن بریم خداحافظ من مقدار میفهمم دیگه بیاد نداره خود شما میفهمه همین گل که بم بغل سرا باشه انگار کنیم بغل سرا شما همین بوی خوش که بتا همین جاده باشه به خونه شما بیا انگار کنیم به خونه ما چی فرق میکنه این بفهمونید دیگه کار یک دفعه دو دفعه نیه دیگه یک دفعه سیون گیر کردم باز خودی میفهمم تو رو بجه صبح دیگه پیش من چیکار کنم چکی